الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معرفت پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی و شناختن او و محبت او اساس سعادت بنده در دین دنیا و آخرت است. بنابراین در چند جمعه های متقدم در موضوع شناسایی پروردگار عالم، علل خصوص در موضوع شناختن پروردگار و یکه و یگانه اعتقاد کردن الله تعالی در کارهایش صحبت داشتیم. الله تعالی در کارهایش یگانه هست، یعنی هر یک کاری که الله تعالی میکند دیگر کسی یا چیزی آن را نمیتواند اجرا کند. الله تعالی در نامها و صفتهایش یگانه هست، یعنی یگان کسی نیست که موافق نامش باشد. الله تعالی یک نامهایی دارد که با الله تعالی ارزنده و زیبنده هست و الله تعالی موافق آن اسم هست. و صفتهای او تعالی نیز صفتهایی است که در کسی و در چیزی دیده نمی شود، یعنی در صفتهایش الله تعالی یگانه هست. یک صفتهایی دارد که کسی در آن صفتها با الله تعالی شریک نیست. و همزمان یگانه شماریدن الله تعالی در عبادت، مادامی که الله تعالی خود اینقدر مخلوقات بزرگ را به شریک آورده باشد و اینقدر صاحب علم و قدرت باشد، پس او یگانه ذاتی است که سزاوار عبادت است، یگانه ذاتی است که باید او را عبادت کرده شود و به او کسی را و چیزی را شریک آورده نباشد. الله تعالی خیلی در این دنیا کارهای عظیمی را اجرا کرده است. کل یوم هو فی شأن. الله تعالی در سوره الرحمن میگوید هر روز الله تعالی کار میکند. کل یوم هو فی شأن. هر روز الله تعالی کار دارد. یعنی الان الله تعالی دیده ایستاده است آنهایی که به سوی مسجد روانه هستند. همزمان الله تعالی و بعضی بیمارها وقتی که طلب شفا میکنند شفا داده ایستاده است. بعضی انسانهایی که اجلشان رسید الله تعالی امر داده ایستاده است به ملک الموت که جان آنها را گرفته شود. الله تعالی با آفتاب و ماهتاب و زمین و آب و هوا امر دارد. همه وقت الله تعالی مشغولیت دارد. کل یوم هو فی شأن. دعای کسی را قبول میکند، به کسی جزا میدهد، کسی را به بلای گرفتار میکند، به کسی نعمت میدهد، به کسی فرزند میدهد. همه این از جانب الله تعالی است. گرسنه را سیر میکند، همش از جانب الله تعالی است. کل یوم هو فی شأن. همین گونه اگر مخلوقات پروردگار و عملهای پروردگار را وقتی که بنده میشمارم میگوید نمیتواند شمارد، زیرا کارهای پروردگار خیلی عظیم و بزرگ است. و از جمله مخلوقاتش که دلالت به یگانگی پروردگار میکند این میوه ها هست و پخت رسیدن میوه ها هست که در یک چند موضع قرآن کریم الله تعالی وقتی که درباره میوه ها سخن میکند در آخرش میگوید که افلا تتذکرون. آیا شما پند نمیگیرید؟ افلا تتفکرون. آیا شما در بزرگی پروردگار عالم، در حق بزرگی خالق این میوه ها شما یعنی قائل نمیشوید و بزرگی پروردگار اعتراف نمی کنید؟ عقل خود را برای این استفاده نمیبرید و
گفته الله تعالی در دوامش استفهام میکنه. حتی در یک چند موضع قرآن کریم الله تعالی میوه ها را برای ما و شما منت کرد و به بعضی آنها حتی الله تعالی قسم خورد، چطوری که در سوره تین در بدایتش آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون. الله تعالی میگوید قسم به انجیر و قسم به زیتون. قسم به انجیر و قسم به زیتون. این دلالت به آن میکند که الله تعالی وقتی که به یکی از مخلوقاتش قسم میخورد دلالت به بزرگی آن مخلوق میکند. الله تعالی از بین میوه ها به این دو میوه قسم خورد، به انجیر و به زیتون. در تفسیر اضواء البیان آمده است که مصنف گفتند که برای چی الله تعالی انجیر را مقدم گرفت، انجیر را از بین میوه ها ذکر کرد. میگویند برای آن که انجیر مانندترین میوه ها به میوه های جنت است، زیرا میوه های جنت پوست ندارد و همزمان بعد خورده شدن چیزی پرتو ندارد، دانک ندارد، دانکی که پرتافته می شود. انجیر گفتند مانندترین میوه ها به میوه های جنت است. و تین و زیتون، قسم به انجیر و قسم به زیتون، که درباره زیتون در دیگر جاها حتی الله تعالی درباره درختش و درباره فوایدهای زیتون صحبت کرده است. از جمله علمای طب و علمای اسلام در کتاب‌های طب و علمای اسلام نیز در طب نبوی، یعنی در طبابت شریعت، در کتاب‌ها فضیلت‌های زیتون و فضیلت‌های انجیر و به چندین نمودی بیماری‌ها شفا هست و دوا هست، انجیر و زیتون را در کتاب‌های خود ذکر کردند. و ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که انجیر خصوصیت‌ها دارد. خصوصیت به معنای صفت‌های دارد، یک دارایی‌های دارد که در دیگر میوه‌ها دیده نمی‌شود. از همین سبب هم سزاوار شد که الله تعالی به نام انجیر قسم خورد. قول صحیح در تفسیر آیت قسم به انجیر و قسم به زیتون مقصد به همین دو میوه‌ای که مردم می‌خورند. التین تینکم الذی تأکلون و الزیتون زیتونکم التي تشربون. بعضی علما گفتند تینی که خدا در قرآن ذکر کرد انجیری که می‌خورید، زیتون هم همان زیتونی که می‌خورید و می‌نوشید. بنابراین این دلالت به بزرگی میوه ها می‌کند وقتی که خدا با آنها قسم خورد. و در بسیار جایهای قرآن کریم الله تعالی منت می‌کند که ما برای شما میوه‌های گوناگون دادیم. پس برای چی شما با الله تعالی دیگر مخلوقات را شریک می‌آورید و الله تعالی که برای شما میوه آفرید او را عبادت نکرده دیگر خدای بت‌های باطل را عبادت می‌کنید؟ یک چند مثال‌های از قرآن کریم ذکر می‌کنیم. از جمله در سوره فاطر الله تعالی در آیت 27 و آیت 28 منت می‌کند. الله تعالی میگوید: الم تر ان الله انزل من السماء ماء. شما یک مرتبه نگاه نمی‌کنید می که الله تعالی از آسمان برای شما آب نازل کرد. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. سپس به سبب آب از زمین میوه‌های گوناگون رنگ آفریدیم. میوه‌های گوناگون رنگ. و من الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. همچنین چطوری که میوه ها را گوناگون رنگ و رنگارنگ آفریدیم، در بین کوه ها برای مردم راه‌های گذاشتیم، راه‌های گوناگون رنگ، راه‌های سفید، یعنی چطوری که بعضی کوه‌ها سفید است و کوه‌های سرخ که بین آنها راه‌های سرخ است و رنگ‌های باز گوناگون و غرابی و سود و رنگ
سیاه شدید، سخت سیاه در بین کوه‌ها راه‌های آفریدیم. و من الناس والدواب والانعام الوان مختلف الوانه كذلك. همچنین از انسان‌های هم ما رنگ‌های آنها را چطوری که رنگ میوه‌ها را گوناگون کردیم، رنگ انسان‌ها را گوناگون کردیم. انسان‌های هستند سرخ، انسان‌های هستند سیاه، انسان‌های هستند سفید، انسان‌های هستند زرد، انسان‌های هستند حتی کبود یا که سیاه دیگر رنگ. انسان‌های هم رنگ‌هاشون را مانند میوه‌ها گوناگون رنگ کردیم. و دوام چارپاها را نیز ما رنگ‌های گوناگون دادیم. به چارپاها هم نگاه کنیم، رنگ‌های گوناگون دادیم. و الانعام و به این بهایمی که شما از گوشتاش میخورید، شتر و گاو و گوسفند و بز و اسب و این چیزا، آن چیزایی که ما در نزد خودمون میبینیم. باقی مانده چارپاها هم چارپاهایی که در جنگل است و در خارج جنگل است، در آنهای خدا میگوید ما همه آنها را در رنگ‌های گوناگون آفریدیم. اینچنین انما یخشی الله من عباده العلماء، از بین بندگان خدا ترسترین بنده ها این علما هستند. میگوید در دوامش انما یخشی الله من عباده العلماء، خدا ترسترین بنده ها در بین بنده ها علما هست. چه تعلقی دارد به آفریدن پروردگار در رنگ های گوناگون، میوه ها را و انسان ها را و حیوان های و چارپاها را و کوه های رنگارنگ را آفریدن پروردگار چه تعلقی دارد به ترسیدن علما، خدا ترسی علما؟ شاید این به آن علاقمند داشته باشد که حقیقی این چیزها را علما فکر میکنند و علما که قرائت قرآن میکنند و به معنی های آن فهم دارند و خدا برای آنها فهم و علم و حکمت داده است، شاید آنها وقتی که رنگ‌های گوناگون میوه ها را میبینند آنها عبرت میگیرند. وقتی که از نزد میوه ها میگذرند به بزرگی پروردگار، قدرت پروردگار، آنها قائل میشوند و آن را ذکر میکنند و خدا ترسی آنها شاید باز زیاده میشود. لیکن دیگرها وقتی که از نزد میوه ها گذرند دیگر ممکن یاد خدا نکنند، یاد پروردگاری که این میوه ها را در مدتی به این رنگ‌های گوناگون و لذت‌های از همدیگر فرق کننده، دیگه یکی شیرین و دیگری تند و دیگری مثلا مابین و ترش و چندین نمود سبزوات‌های میوه‌ها را با یک آب الله تعالی به این شکل انداخت. این الله عزیز غفور، الله تعالی ذات غالب است و ذات مغفرت کننده گناه‌ها است. گفته آیت را به پایان رسانید. و در سوره نحل در آیت 10 و 11 باز الله تعالی به بعض کارهای خود درباره میوه ها اشاره کرد. خدا میگوید هو الذی انزل من السماء ماء، الله تعالی ذات است، یگانه ذات است که از الله تعالی از آسمان برای شما آب را نازل کرد. و لکم منه شراب، از آن آب می نوشید، آبی که خداوند برای شما نازل کرد از آن آب شما می نوشید. و منه شجر فیه تسیمون، و از آن آب درختهای خود را سیراب می کنید و از آن آب چارپاهای خود را آب می دهید و از حاصلی آن آبی که ما نازل کردیم و به سبب آن گیاها سبزید در روی زمین، در آن حیوانهای خود را می چرانید. گفته الله تعالی بعض خصوصیت های آب را ذکر کرد. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، به سبب آبی که الله تعالی نازل کرد برای شما می سبزاند زراعت شما را، دهقانی شما را، کشتکار شما را الله تعالی به سبب آبی که خودش نازل کرد به سبب آن می سبزاند. و زیتون و درخت زیتون هم به واسطه آب خاص کرد در اینجا زیتون را. زیتون هم از آب برای شما میوه میدهد. و نخیل و درختان خرما از آن آب میگیرند. و الاعنب و انگورها. و من کل الثمرات، سپس الله تعالی که با همه میوه هایی که در زمین هست از آن آبی که ما نازل کردیم
به سبب آبی که نازل کرده ما آنها را سبزانیدیم. خدا چی گفت در دوامش؟ این فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. البته در این کارها علامت است، عبرت است به آنهایی که در قدرت پروردگار عالم فکر میکنند. وقتی که ما آب نازل کردیم، به واسطه آب شما مینوشید، حیوانهای شما مینوشند، زمینهای شما سیراب کرده میشود، باغهای شما آب میگیرد، درختان گوناگون و میوه‌های گوناگون میسبزد به سبب آب. البته در همین کار ما میگوید خداوند عبرت هست و علاوه یگانگی ما دلیل هست. انا همین دیده ایستاده به یگانگی الله تعالی. بنده‌هایی که در قدرت پروردگار فکر میکنند، انا همین کاری ما دیده ایستاده آنها ایمانهاشون زیاد میشود و در این موضوع فکر میکنند. در سوره انعام آیه 141 الله تعالی باز بعضی کارهای خود را ذکر کرد در شأن میوه‌ها. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. الله تعالی پروردگار است، خدای است، سازنده است، خالق است که یک میوه ها و سبزوات ها را آفرید که بعضی آنها معروشات، باغ‌های آفرید که معروشاتی و غیر معروشات. بعضی آنها خودشان قد و قامت دارند، میوه خودش را خودش میبردارد، مانند درخت خرمای و زردآلوی و اینها درخت دارد و میوه های خود را خودش در بالای خودش میبردارد. و بعضی آنها مانند تربوز نمیتواند میوه خودش بردارد، یا مانند کدو نمیتواند چی کند؟ میوه خودش را بالا بردارد. اینها تنه ندارند. خدا میگوید ما انا همین خیل دو نمود در دو نوع میوه های شما را آفریدیم. و نخیل و نخل و زرع مختلفا الوان مختلفا. و ما درختان خرما و زراعت های شما را گوناگون آفریدیم. درخت های خرما نیز خیلی میوه های خرما نوع های زیاد دارد. و زراعت هم خود یک نمودی نوعی دانه گندم چندین نمودها و نوعها دارد. خدا میگوید ما همین گونه گوناگون کرده آفریدیم. اینچنین میگوید که مختلفا اکلوه، اینچنین مزه آنها، طعم آنها نیز گوناگون طعم است. بعضی نمود خرماها از بعضی نمود خرماها طعم آن فرقیت زیاد دارد. خدا میگوید طعمهای آنها هم گوناگون است. و زیتون و رومان و زیتون و انار را برای شما دادیم، متشابها و غیر متشابه. زیتون و انار و خرما، این میوه‌هایی که ما آفریدیم به هم دیگر مانندی هم دارد، مانندی هم ندارد. معناش این است که در رنگ، مثلا رنگی بعضی نمود خرما به رنگ انار مانندی دارد، یا اینکه رنگ زیتون به رنگ انار یا به نوعی بعض خرماها مانندی دارد در رنگ، لیکن در طعم گوناگونی دارد. خدا میگوید که متشابه هم و غیر متشابه، به هم دیگر از بعضی جهت‌های میوه ها مانندی دارد و از بعضی جهت‌ها به هم دیگر مانندی ندارد. از طعم مانندی ندارد، از رنگ مانندی دارد. کلوا من ثمره اذا اثمر. خدا میگوید که خورید از میوه‌هایش وقتی که میوه میپزد. وقتی که میوه ها میپزد شما خورید. میگوید نعمت پروردگار است. و آتوا حقه یوم حصاده، و حقش روزی که میدروید، روزی که حاصل را جمع میکنید حقش را برآورید، یعنی زکات میوه ها. ولا تسرفوا، اسراف نکنید، انه لا يحب المسرفین، زیرا الله تعالی بنده های اسرافکار را دوست نمیدارد. و در دیگر موضع قرآن کریم در سوره نحل اینچنین الله تعالی و بعضی میوه ها و سبزوات هایی که از زمین الله تعالی بیانید برای ما و شما میگوید و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. شما از میوه های خرما و از میوه های انگور شما برای خود رزقی خوب میگیرید، از آن میز میگیرید. از خرما هم سه نمود از خرما نیست، یکی از میوه هایی است که در سه حالتش استفاده برده می شود.
هم در حالت غور بودنش، هم در حالت پخته رسیدن و تر بودنش و هم در حالت خشک کرده برای ذخیره گرفته ماندنش. در همه حالتها می شود خرما را نیز تناول کرده شود. این فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. البته در این کارهای ما با آنهایی که صاحب عقل هستند به یگانگی الله تعالی دلیل هست. این چیزها رو دیده به یگانگی پروردگار آنها باید ایمان بیارند. و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. خدا در دوامش گفت که ما الهام دادیم، فرمان دادیم به زنبور عسل. در این سوره خودش سوره نحل سوره زنبور عسل است. خدا میگه ما به زنبور عسل امر کردیم، الهام دادیم ان اتخذی من الجبال، این که رفته در کوهها و در درختها و مما یعرشون، در اطراف خانه‌های مردم خانه سازد برای خودش. اول زنبور عسل الله تعالی امر کرد که برای خودش خانه و خانه گیرد. خدا میگه ثم کلی من کل الثمرات، ثانی بعد اینکه خانه را ساختی رفته از همه نوعهای میوه ها بخور. خداوند نمی‌بینید زنبور عسل خدا امر کرد که رفته از میوه ها، از گل آنها بخور. فاسلکی سبل ربک ذللا، امر پروردگارت را اجرا کن. آن کاری که خدا برای تو امر کرده زنبور عسل آن را اجرا کن. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، به سبب آنکه زنبور عسل گفتی پروردگار عالم را اجرا کرد چی شد در نتیجه؟ یخرج من بطونها شراب، از شکم زنبور عسل یک شراب میبراید، یک آشامیدنی میبراید، مختلف الوان، رنگ‌های گوناگون دارد. یعنی عسل رنگ‌های زرد دارد، رنگ‌های سرخ دارد، رنگ‌های سفید دارد، رنگ‌های سیاه دارد، عجایب رنگ‌ها دارد. خدا میگه فیه شفاء للناس، در عسل برای انسان‌ها شفا هست. دوا نگفت، شفا گفت. یک باره الله تعالی نتیجهش را گفت، زیرا همه دوا نمیشود شفا. و هر یک انسانی که به بیماری موت گرفتار شده است، مثلا یا به دیگر بیماری‌ها گرفته شده، چندین دواها داده میشه، همه آن نمیشود شفا. لیکن خداوند یک بار نتیجه آن را ذکر کرده که فیه شفاء للناس، در عسل برای مردم شفا هست. این فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، در این کار ما نیز به یگانگی ما دلیل هست خدا که یک زنبوری عسل که یک عبارت از حشرات است، اصلا با امر ما از آن میوه هایی که ما آب نازل کردیم و با واسطه آب آنها را سبزانیدیم و رنگ‌های گوناگون و مزه و طعم‌های گوناگون دادیم، زنبوری عسل امر کردیم که رفته از گل‌های آنها چیند، ناگاه در شکم او شراب با قدرت پروردگار عالم به دنیا آمد، تولد شد، پیدا شد. فیه شفاء للناس، و برای مردم شفا است. غیر از آنکه شفا است چگونه یک شراب با لذتی هست؟ خدا میگه این قدرت پروردگار است. این در سوره نحل است، در قرآن کریم است، در قرآنی که در جنازه های، در فاتحه های، در معرکه ها میخوانیم و از معناهای این بیخبریم که گویا این فقط برای قرائت بر مرده ها باشد. این خوانید، معنی های این دانید. افلا تتدبرون القرآن، خدا میگه آیا قرآن تدبر نمیکنند؟ قرآن را خوانده به معنی های اون با دقت نظر نمیکنند. لو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر این قرآن از غیر الله تعالی میشد، در قرآن سخنهای تضاد یافت میشد. یعنی در یک جای سخن کنید میگه، در دیگر جای نکنید میگه، سخنی خودش به خودش رد میزند. اگر میگه خدا این کتاب از غیر الله تعالی میشد، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، در این قرآن گوناگونی زیاد میدیدند. یک آیت دیگر با آیت دیگر درست نمی آید. در اینجا به یک سخن امر میکنند، در دیگر جا به ضد این امر میکنند. از سبب که از جانب پروردگار عالم و حکیم و دانا هست، در این قرآن اختلافی نیست.